اوکی. Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 128 مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب ترکی قدیمی دست نوشته خطی تخصصی رو آغاز میکنم. امیدوارم که مفید حال ما باشه و بتونیم در دیوار زندان مهندسان جهل سوراخ‌هایی رو با آشنایی با کتاب‌های قدیمی دستی خطی مال تفکر فکرها متعلق به تمدن فکری ترک‌ها بتوانیم در این دیوارها سوراخ‌های متعدد رو ایجاد بکنیم و راه خروج از این زندان و دیدن جهان خارج از این زندان مهندسان جهل موفق بشیم که این جهان خارج رو ببینیم. واقعا من فکر میکنم که به یک چنین چیزی وجود داریم، انگار ما در یک زندان یا در یک قوطی حبسیم، همه ما که در داخل آن قوطی همه ما زندگی میکنیم، کار میکنیم، بچه تولید میکنیم، اما حقیقتش اینه که ما همگی در یک زندان هستیم و خارج از این زندان رو هیچ وقت ندیدیم در 250 سال گذشته که بتونیم ازش یک تصوری داشته باشیم که در خارج از این زندان چی میگذره و چه شکلی هست و چه شکلی بوده است. حالا با خواندن این کتاب ها میتونیم به اینجا برسیم. خب بریم ببینیم که کتاب هایی که دانلود کردیم برای امروز چه کتابی رو میتونیم بیان بکنیم. دیروز اگر اشتباه نکردم در مکنون رو خوندیم. کتاب جالبی بود، به غیر از این که چند کلمه رو نتونستیم بخونیم به نظرم خوب بود. یک کتاب دست نوشته خطی منحصر به فرد که مربوط به عجایب جهان هست و اسمش هم در مکنونه. حالا فکر کنم که حداقل 15 صفحه ازش خوندیم. امروز هم فکر میکنم الان مثلا فکر بکنیم، فرض بر این بذاریم که ساعت 5 ببینیم که 5 به وقت تورنتو هست، ببینیم که چی میشه. یک کتابی رو باز میکنیم، اسم کتاب هست ینگی دنیا تاریخی آمریکا تاپلشه. حالا این کتاب ظاهرا در 982 نوشته شده. اجازه بدید بریم گوگل علیه السلام رو باز بکنیم ببینیم که ببخشید اول باید ماشین حساب رو باز میکردیم که ببینیم 1446 الان هست. اگر ازش کم بکنیم 900 چند گفت این کتاب؟ این کتاب در 982 شمس قمری 982 قمری نوشته شده باشه، 462 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا مثلا بنویسیم اگر کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب رو اگه بنویسیم، کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب، ببینیم چی میشه. این قاره آمریکا به دست کریستوف کلمب در سال 1492 کشف شده. حالا قبل از این انسان ها هم در اینجا زندگی میکردن و هم ترک ها در اینجا بودن. ولی اگر خب این چند سال شد؟ 462 سال. این چقدره؟ این 1492. اگر 500 بذاریم 525 سال پیش این کتاب اینجا رو رفتن کشف کردن، ولی این 464 سال پیش نوشته شده. خب این دوتا تاریخ رو داریم، یعنی الان بین این و این حدوداً اگر اینو بگیم 508 سال باشه، نه از اینجا هم 25 سال داریم، 533 سال 533 سال پیش
کریستوفر رفته آمریکا. این هم 462 4 سال پیش یک کتابی در این مورد به زبان ترکی نوشته. حالا ما میتونیم ببینیم که این کتاب آیا اون چیزی هست که آمریکایی ها و غربی ها، مهندسان جهل غربی دارن به دنیا تحمیل کنن، از اون زاویه نگاه کرده، یا اینکه نه قبلا یه چیزهایی بوده و اون داره اون رو چیز میکنه. کتاب رو میبینیم که در یک کتابخانه یا موزه آمریکایی غربی نگهداری میشه. هیستوری د لا. حالا این لا به نظرم میاد که بیشتر تو چیز استفاده میشه، اگه بتونم ببینم حالا زبانهای غربی ها استفاده میشه. کتاب در دوره عثمانی نوشته شده. از کجا میفهمیم؟ همین که روی جلد رو میبینیم، روی جلد نقاشی روی آب هست و از اون تکنیک استفاده شده برای نقاشی کردن روی این کتاب. و بعد صفحه بعد رو میبینیم که نوشته ترک 521 هم شماره کتاب هست. دوباره اینجا یه شماره میبینیم 1833 هستش. تاریخ ینگی دنیا. ما به آمریکا قاره آمریکا نمیگفتیم، این ینگی دنیا یا یعنی دنیا. در گذشته ینگی گفته میشد، الان یعنی داریم میگیم. این یه مقدار وزن خودش از دست داده و حتی در ترکیه فکر کنم میگن یوموشاخ. تاریخ ینگی دنیا. اینجا یه عدد 20 گذاشته و نمیدونم این 20 یا ولومشه. حالا اینم یه چیزیه که باید دوستانی که میتونن بگن. 16 یولیور احتمالا باشه. احتمالا مثلا جولای میتونه باشه. 1883 این کتاب در این تاریخ ولومش هم نوشته. البته اینجا ولومی رو نوشته که حالا دیگه من خیلی نمیتونم بخونم. از اینجا به بعد خود کتاب شروع میشه. اینجا جلد کتاب بود، اینجا داخل جلد کتاب بود، اینجا صفحه اولی هستش که داره عکس میگیره ازش و اینجا صفحه دوم کتاب هستش که خود کتاب شروع میشه. میبینیم که به خط به نظر من زیبایی نوشته شده، چرا که میتونم بخونم زیبایی و البته کلمات به هم خیلی نزدیکن، شاید تو دل هم رفتن، اما سطرها از هم فاصله دارن. کتاب آسیب بسیار جدی دیده، علاوه بر سریشومی که به کتاب چند بار مالیده شده. البته اینجا میتونیم پارگی در شیرازه رو ببینیم و میبینیم که کتاب پوسیده شده از چند جهت. پوسیدگی رو میتونیم ببینیم. صفحه بعد هم همینطور پوسیدگی رو در لبه های کتاب، در حاشیه کتاب میبینیم. همه جای کتاب زرد شده. ظاهر این کتاب خیلی استفاده شده و تلاش کردن که نگرش دارن. به هر حال صفحات بعد هم همینطور هست. در صفحه 4 با یک چیز روبرو هستیم، حاشیه نویسی روبرو هستیم. در صفحات بعد همچنین دیدیم که از نقطه ویرگول با رنگ قرمز استفاده میکنه و اینجا میبینیم که روی بعضی از جمله ها یا کلمات با خط قرمز خط میکشه که بگه اینجا خیلی مهمه. احتمالاً یا آیه هست یا یه ضرب المثل عربی هست یا اول فصل، نمیدونم پاراگراف تمام شده، پاراگراف بعدی میخواد شروع بشه، میان تیتر هست، اینجور چیزا میتونه بشه. اینجا میرسیم به یک دوباره کتاب در کادربندی شده. در اینجا تا اینجا کادربندی نبود، اینجا با یک کادربندی مواجهیم که احتمالاً نمیدونم چرا اینجوری شده. معمولا در اول کتاب کادربندی میکنن، نقاشی میکنن، همش مونده دیگه، ناقص مونده. این کتاب هم ظاهرا نتونستن کادربندی بکنن و چیز بکنن. در 136 صفحه PDF
دیده میشه که در خود کتابم 137 صفحه هستش. اینجا یک مطلبی با رنگ قرمز نوشته شده که اگه بتونیم بخونیم عالی خواهد بود. همون خط ادامه داره و به همون سبک، البته یه مقدار بیشتری حالا در دو طرف کتاب میبینیم که پایین و سمت خارج کتاب، اونجایی که ورق ها رو میتونیم ورق بزنیم، اونجا جا برای نوشتن میبینیم باز گذاشته. اینجا در صفحات اول نبود، اینجا خیلی بیشتر با گذاشته. دوباره با یک کادر مواجهیم که میخواسته یه چیزی بنویسه یا یه عکسی یا نقاشی بذاره که متاسفانه اون هم اتفاق نیفتاده. در اینجا با 3 تا عدد و ارتفاع کوه احتمالاً روبرو هستیم. اینجا خیلی به مرکز کتاب نزدیک شد، یعنی به شیرازه کتاب نزدیک شد. خب بریم صفحه 50 کتاب رو ببینیم. اینجا صفحه 50 49 رو الان میبینیم. اینجا یه چیزی حالا در صفحات قبلی احتمالاً روی کتاب افتاده بوده. اینجا میبینیم که یه حالا مثل این که یه جرقه‌ای هم افتاده و کتاب میخواسته بسوزه که چیزش کردن. دوباره اینجا با یه صفحه سفید مواجه هستیم. این نمیدونم این پایان باب بوده و اول باب بوده، احتمالا هر بابی یک صفحه رو اینجوری خالی بذاره، نمیدونم. بریم صفحه بعد ببینیم که صفحه 100 چجوری هستش. صفحه 100 هم یه عکس دوباره مثل اینکه یه باب جدیدی شروع میشه، یه فصل جدیدی شروع میشه و یه عکس تو کادر زده شده و نقاشی شده. در اونجا نقاشی نشده بود، اینجا نقاشی شده. دوباره این کتاب جالب خواهد بود اگه بتونیم الان میفهمیم که این کتاب مثل کتاب‌های قبلی دوباره نیمه کاره مونده، یعنی نتونستن این کتاب رو به اون شکلی که میخواستن انجام بدن، فقط اومدن تونستن بنویسن، متن رو تموم بکنن. احتمالاً هم متن هم ناقص مونده باشه. نگاه کنید دوباره به یک صفحه‌ای میرسیم که اون کیفیت صفحات قبلی رو نداره. این قسمت که میبینید زرده دوستان، اینجا شیرازه کتاب هست و آسیب، حالا بگیم که پیر شده، کهنه شده، نه پیر، بخواستم بگم خیلی پیر شده که نه، پیر نمیگیم، پیر رو به انسان میگیم یا احتمالا به بعضی از حیوانات میگیم و بقیه میگیم مثلا به اشیا میگیم کهنه شده. کتاب البته نباید بگیم اشیا، چون کتاب واقعا اشیا نیست، کتاب فکره. ولی خب حالا از این مسئله که بگذاریم، این رو بریم آخر کتاب رو مثل غربی ها که کتاب رو از چند زاویه عکسش گرفتن گذاشتن و عکس های خیلی دقیق گذاشتن. ما الان شیرازه رو میبینیم که این حالت گونی رو دیده میشه، یعنی جلد کتاب خراب شده، از بین رفته، و یا اینکه حالا این چیزی که الان شما میبینید مثل گونی هستش، این احتمالا مثلا فکر بکنید که مثل گلیم یه مقدار شل یا مثل حالا بافته شده و این رو ورقهای کتاب رو به این میدوختن تا ثابت بمونه. البته بعضی وقتا هم نمیدوزن، ولی این همین به اون کتاب وصل میشه. معلومه که این جلد از بین رفته و این شیرازه کتاب بیرون اومده. داخل این کتاب هم 3 جلدی هستش، یعنی جلدش مثل کیف میاد و روی چیز میفته. اینجا میبینیم که از اینجا شیرازه کتاب هست، کنده شده، خود جلد هست ولی از این شیرازه کنده شده، لذا ما جلد چرمی رو میبینیم. اینجا این شیرازه رو، چرمش رو میبینیم. این پایان کتاب هست، این اول که میاد میبنده، اول کتاب هم دیده بودیم. اینجا هم از داخل عکس گرفته، همین صفحه پایین رو در بالا میبینیم که از داخل عکس گرفته که اینجا چرمشه و اینجا هم چیز. گفتم عرض کردم که این کتاب احتمالاً از چیز کنده شده، البته این بالاست، این کنده شدن نیست اینجا، چون
بالا که باز میکنیم اون طرف کتاب هست، این کندگی رو نشون نمیده. یه چند صفحه دوباره اینجا میبینیم که چیز شده، سنه تمام. اینجا یه تاریخ زده خودش که گفته 1078 این کتاب رو تمام کرده. اینجا گفته بود که 982 کتاب رو نوشته. احتمالاً آغاز به نوشتن این باشه، تمام کتاب این باشه که در این صورت بیش از حدود 1 قرن طول کشیده تا این کتاب تمام بشه. تقریبا 3 سال کمتر از 1 قرن. این هم به نظر میاد که درست نباشه، برای اینکه یک قلم نمیتونه در یک چیز داشته باشه. حالا برگردیم اول کتاب، این صفحه ها رو که ازش بگذریم برسیم به کتاب رو بزرگ بکنیم که بتونیم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب تمم بالخیر. بیچاره اول کتاب دعا میکنه که خدای عمرم رو طولانی، به قدری طولانی بکن که به خیر تموم بکنم این کتاب رو. احتمالاً مرده و یکی دیگه بعدها یه چیزایی بهش اضافه کرده، نمیدونم. حالا باید دید که چی میشه. ای سپهر آفریده انجم. حالا احتمالاً این کتاب از اینجا به نظر میاد که به فارسی شروع شده باشه. بذارید ببینیم چی میشه. ای سپهر آفریده انجم ویرگول، نه فلک مدرک تو نه مردم، گشته از تو پدید هر دو جهان، باز هر دو جهان به کار تو کم، زهی قادر خلاق و حکیم علی الاطلاق، که چار از داد عناصری دو حرفیله. خب دیگه اون قسمت فارسی تموم شد در است. زهی قادر خلاق و حکیم علی الاطلاق، که 4 از داد عناصری دو حرفیله ترکیب، و نه گباب افلاکی. این گباب چی هست نمیدونم، احتمالا مثل حباب باشه. و 9 گباب افلاکی. من حالا 9 خوندم اینجا، به نظرم هم درست نمیاد چون در متن ترکی نمیتونه از 9 استفاده بکنه، مجبوریم بگیم که و نه گباب افلاکی بی اماد و ستون 6 روزه ترتیب ایلمش 9 هستش. اونجا عدد رو به 9 گباب افلاکی. گبه هم میتونه باشه به این مفهوم، گباب جمع گب اگه باشه گباب میتونه باشه. 9 گباب افلاکی بی اماد و ستون 6 روزه ترتیب ایلمش، ریاض قدر صفحه آفتاب. حالا اینجا یک کلمه نوشته که هم به هم چسبیدن، هم ناقص موندن، هم از بین رفته، نمیتونیم به بیرکلی. حالا هرچی بوده، ماه منیرین نیلوفر کتابه گردوننده مستور اولان، شکل هلال هر آینه کی، منظور کمال قدرتنده دال و الاختلافات فصول هر بابده، نهایت حکمت نه محل استدلال در نظم. حالا یه شعر میاره. آن صانعی که آن صنع فلک چندین، 1000 صورت نقش نگار یافت تمام شد. نه مثل این که ادامه داره. یک قطره از بهار اینجا به معنی با حسن، به حسن نوشته شده، به معنی دریا. یک قطره از بهار یا بهار دریاها، عطایش سحاب برد، یک شمه آن شمایم لطفش بهار یافت. این بهار به معنی بهار هستش. سلام دوست عزیز، دارم به خودم صحبت میکنم. به نظرت این کار خوبی هست یا نه که من برای اینکه یک زبان دیگری رو که در 60 سال عمرم اجازه ندادن بخونم یاد دارم میگیرم؟ دوم اینکه گارداش دارم کتاب‌های خطی دست نوشته قدیمی تخصصی رو میخونم. حالا یکی بیاد احتمالاً گوش بکنه یا
انگیزه بگیره بره این کتاب مثل من شروع بکنه به یادگیری، یکی هم بیاد مثلا شطلق بندازه. من اهمیت نمیدم. کاری که فکر میکنم درسته و برای خودم درسته، ارزشمنده و ارجمنده، اون کار رو دارم انجام میدم. و اون کار اینه که از زندان مهندسی جهل خودم رو میخوام رها بکنم. چجوری؟ با برگشتن به تمدن فکری و تمدن مکتوب ترک ها، ببینم ترک ها در تاریخ چجوری میاندیشیدند، به دین چجوری نگاه میکردند، به کتاب، به نوشتار چجوری نگاه میکردند، به زبان فارسی چجوری نگاه میکردند، به دنیا چجوری نگاه میکردند، به مثلا به آمریکا چجوری نگاه میکردند. اینها رو ببینم. به نظرم کار بسیار بزرگی دارم میکنم. این در اصل این یک تخصص انحصاریه. در ایران مثلا در ترکیه احتمال اونجوری که شنیدم، نمیدونم، شنیدم که 6 نفر در ترکیه میتونن کتاب‌های خطی قدیمی رو که به زبان ترکی باشه بخونن. خب من اگه بتونم به راحتی که اونها میخونن بخونم، میشم 7می در ترکیه. در ایران احتمالاً کسانی که بتونن کتاب‌های ترکی قدیمی خطی رو بخونن، حالا بعد از در این 30 و چند سال اخیر بازگشت به خودیت ترکی، منیت ترکی، هستی ترکی شدت گرفته، احتمال میدم که یه 20 نفر 30 نفری باشن. اگر بتونم من هم داخل جرگه اینها بشم و یه تخصصی رو که یعنی از میان 40 میلیون، از میلیون 80 یا 90 میلیون که در ایران زندگی میکنن 30 نفر بلدم، منم بشم 31می، چه خوش به حال من. خب امیدوارم که نه هیچ کس رو نمیخوام من. هر کسی بخواد میتونه بیاد گوش بکنه، هر کسی هم نخواد گوش نمیکنه. این برای عموم نیست. هر کسی نمیتونه بیاد و بشینه و گوش بکنه یا بخواد، برای اینکه مردم علاقمند به شنیدن جوک و فحش و نهایتش خیلی برن بالا برن، خیلی انسانهای معقولی باشن، احتمالاً برسن به اونجا که مثلا برن یه موسیقی، یه خانومی بخونه، یه موسیقی گوش بکنن، اینا یه خانومی مثلا یه مقدار سینش باز باشه، موهاش باز باشه، نمیدونم سکسی حرف بزنن، به اینها برن گوش بکنن. مردم خیلی دنبال اینهان. مردم دنبال روشنفکری، دنبال چیز نیستن، فلسفه، عقل، کارهای عقلانی، یادگیری زبان، اینها خیلی تو این مایه ها نیستن. حتی روشنفکران ترک هم به من میگن آقا چرا رفتی قدیم میخونی، حالا بیا جدید بخون. من معتقدم تمامی کتاب‌هایی که در ترکیه هم همینطور، در کشورهای ترک از چین گرفته تا ترکیه، تمامی ماها تو یک اتمسفر مهندسی جهل زندگی میکنیم و این مهندسی جهل در 250 سال گذشته عمدن و آگاهانه توسط کشور اشغالگران غربی ساخته شده. ما داخل یک حباب، یک بانکا، ترکچه بانکا، یک خانه شیشه‌ای هستیم که این رو رنگ کردن، نمیتونیم بیرون رو ببینیم. برای اینکه این بریم از این شیشه بیرون، باید این شیشه رو بشکنیم. شیشه رو ساختن خیلی قیمتیه، خیلی رنگیه، خیلی آزادی، دموکراسی، حقوق زن، حقوق بچه، سازمان ملل، نمیدونم چی بهداشت جهانی، بانک جهانی، اینا. ولی همه اینها برای اینه که ما تو این زندان بمونیم تا منافعشو یه عده که اون بالا این شیشه رو ساختن و نقاشی کردن برای ما، اونها ببرن. من فکر می‌کنم حتی مارکس و بقیه هم بازیچه این سیستم بودن، یه بخشی از اون سیستم شستشوی مغزی بودن. هر وقتی که انسان‌ها از سیستم اشغالگر به تنگ اومدن، یه ایدئولوژی ساخته شده و مردم به طرف این ایدئولوژی رفتن تا این ایدئولوژی دوباره در داخل همین شیشه هست، همین باغ وحشیه که ساختن برای ما و ما حیوانات باغ وحش اینها هستیم، برای اونها کار میکنیم.
حالا این کتاب ها به ما امکان میده که از اینجا بریم بیرون. من اینجوری دریافتم، اینجوریه، فهمم اینجوریه و برای همینم این کتاب ها رو میخونم. حالا دوستانی اگه خواستم بیان گوش بکنن، نخواستنم که خوش به حالشون، زندگی رو لذت ببرن. گفتش که نظم آن صانعی که آن صنع فلک چندین، هزار صورت نقش نگار یافت، یک قطره از بهار عطایش سحاب برد، یک شمه آن شمایم لطفش بهار یافت. و درود بی حساب حضرت رسالت انتصابن، روحی پرفتوهینه و اصل واصل اولکی، اسباب çarx anın yüzü suyuna dönmüştür. اسباب چرخ آنون yüzü suyuna dönmüştür. این چرخ به خاطر آبروی حضرت محمد. این آبرو در ترکی خیلی زیبا گفته میشه، نمیگن آبرو، خیلی yüzü suyu hürmetine، به خاطر این آب صورتش. آب منظور این نور صورتش. نگاه کنی خیلی چیز داره، اینو نمیشه به فارسی ترجمه شه. Çarx anın yüzü suyu hürmetine dönmüştür. Suyuna dönmüştür ve خلقت لولاک anın قدرتine و خلقت ما خلقتو هستش، ما خلقتو لولاک، خلقت لولاک. این یه حدیثیه، حالا چقدر صحت داره و نداره نمیدونم. خلقت لولاک، این کلمه باید داخل گیومه باشه. آنون قدرine gökde inmiştir یا etmiştir. هر دوتا میتونه باشه، inmiştir و etmiştir. شمع جمع افلاک چراغنی آنون مشکات ضمیر نلافر. حالا اینجا دیگه اینجا رو نمیتونم بخونم، این کلمه چی میتونه باشه؟ بذارید کوچیکش بکنم ببینم آیا قابل خوندن هست. ضمیر نلایفر نمیتونه باشه، ضمیر نه لایگ ر داره، نمیتونه اونم باشه. لایگر احتمالا لایگو باشه، همین ضمیر نه لایگ، این گ مثل ر شده باشه. بذارید ببینیم چجوری بعدا این گ رو چه شکلی می نویسه. و چشمه صبح صادق، نه صادق رو درست نوشت، این لایق نیست، اون یگر، ضمیرون لایگر. چراغ خب شمع جمع افلاک چراغنی آنون مشکات ضمیرون لایگر و چشمه صبح صادق تینت پاکی اسم اشمسنده پاکی اشمسنده. اگر کلمه، حالا احتمالا اون لایگر باشه، اینجا اگر رو گفته. کلمه آفتاب مصدر نور جبیننده مشبه باید باشه. حالا متوجه میشم که ره ها رو چسبانده به حرف قبلی، تمامی ره ها به حرف قبلی چسبانده شده هستش. gökde etmiştir، ره به ده چیز شده، بسته شده. حالا چراغ که چیز هستش، ضمیر، حالا اون لایقر، ضمیر فلا یقر هم میتونه باشه، فلا یقر اگه بذاریم. و چشمه صبح صادق تینت پاکی اسم سنده، حالا اینجا اشمسنده. اگر کلمه آفتاب مصدر نور جبیننده مشبه و بدر منیر امرنه امتصال یک اشارتی له
یک işaretiyle iki şak olmuştur. لکاتب الحروف هزاران آفرین اول ذات پاکه قدم با صدا قدم باسته. لکاتب الحروف هزاران آفرین، کاتب الحروف الله رو میخواد بگه، هزاران آفرین اول ذات پاکه قدم باسته. حالا این ذات پاک حضرت محمد هست. قدم باسته چگوب فوق سماکه، آن چون قدری عالی در فلکتن، نولکر سایسی düşmezse خاکه و بیر آل اصحابه و احباب که شاعر ماهر آنların صدد بیاننده مفاخرنده demiştir نظم. اصحاب احمد که نجوم و وصفهم در سما فخر ابحث تألف یذهبو به در سما فخرا به حسن تألف یذهبو بهم ختم البدیع و عرفه انادی هم میتونه باشه اندی و حق کفل هوا من فی و فی فی الهوا. حالا اینجا این خیلی سخته که بدونیم من مسکن و فی باعث تسوید و صحایف و اوراق و بادی تربیت تمام میشه اونجا. باعث تسوید و صحایف اوراق و بادی ترتیب و وظایف تباق بودور که. حالا میخواد بگه چرا این کتاب رو نوشتم، اینو میخواد دلیلشو بگه. باعث تسوید صحایف اوراق و بادی ترتیب وظایف تباق بودور که بر مقتضای نص شریف سعادت نمون. حضرت محمد میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، عهد بعید و عمد بدید که روزگارون دست گهرنده امان و پنجه پرشکنجسنده حالی بیر زمان بلدکجه نقد عمر سرمایه صحتی متاعی علوم و معارف فنون لطایفه خرج ادب خزانه عقل و دریچه ذهن حساسده نفایس معانیدن جمع ادردم. خب حالا دقت بکنید چقدر زیبا اینجا داره کار عقلی رو معنی میکنه. روزگارون دست گهرنده امان و پنجه پرشکنجسنده حالی بر زمان بلدکجه نقد عمر سرمایه. نقد عمرمون سرمایه، تنها سرمایه ما در این جهان عمرمونه. میگه نقد، اینم خودشم نقده، نقد عمر سرمایه صحتی. حالا صحت این رو هم متاع علوم. حالا چی میخوای بخره؟ میخواد بده متاع علوم، متاع مواد، بگیم که امکانات متاع، اون چیزی که در بازار خرید فرود میشه بهش میگن متاع. حتی در ترکی میگن متاع علوم و معارف فنون. اینها رو لطایفه. حالا لطایف یعنی حالا ریزکاری ها و هنرمندی های علوم و معارف. ببینید از علوم و معارف صحبت میکنه. خرج ادب یعنی این نقد عمر و صحتمون رو خرج این لطایف میکنیم، لطایف علم. خزانه عقل. حالا چیکار میکنیم؟ خزانه عقل میسازیم. من عرض کردم دیروز در اون کتاب قبلی که داشتیم میخوندیم، گفتم که به نظر من
و به نظر میاد نویسنده کتاب دیروز و کتاب امروز اون چیزی که ما ازش به وجدان یاد میکنیم و از جامعه یاد میگیریم، از کتاب و فیلم و سینما و موسیقی و انسانهای دیگری که در اطرافمون به هر شکلی دارن حرف میزنن یا ما اونها رو مخاطبشون میشیم، به نوعی عمدن یا غیر عمدن مخاطب اونها قرار میگیریم. اینها و تجربه های خودمون و این چیزی که ذهن ما با اونها بازی میکنه، میسازه، مجموع اینها عقل ماست. در این حال علومه، در این حال معارفه. اینو میخواد بگه. عقل و دریچه ذهن حساس ده نفایس معانی نفسی داره، یه جانی داره، یه هستی داره. نفس معانی درج ادردم، اینها رو درج، من جمع خوندم فکر میکنم سری قبل، اینها رو درج میکردم، درج ادردم. و در اثنای این اوقات این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات نداسی سماخی جانه گذر، البته گدر باید باشه، گدر و صدای خوشنواسی دل شیدایه اثر ادب سور اجرامه صور اجرام عالیات، اجرام عالیات، صور اجرام عالیات و وجوه تفاصیل کائنات عین اعتبار و چشم تأمل اختیاری لنظر ایلردم یا ایلردم. پس گاه خمسه متحرنن گاه خمسه متحرنن. این خمسه متحرک چی هستش نمیدونم. خمسه، ما حواس خامسه داریم، یعنی پنجگانه: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. حالا بعضی حس ششم هم میگن، اونم یه چیزیه که در همه نیست، در نتیجه نمیتونه ششم همگانی باشه، ولی خب احتمالاً اونم باشه. احتمالاً به اون اشاره میکنه که متحرک هستیم. احتمالاً نمیدونم، شاید به اجرام سماوی اشاره میکنه، من نمیدونم اینو. پس گاه خمسه متحرکن حرکات سکاناتنده حیران و دمبسته. حالا اینجا یه چیزی نوشته که خونده نمیشه و دمبسته، و حالا اونجا یه چیزی بوده نبوده، و بنات نعشون. این از سعدی فکر میکنم، احتمالاً بنات چیز رو البته در آسمان هستش دیگه، اینا چیز هستش. و بنات نعشون نکشنی ادراکده عاجز و دلشکسته قلوب نگود کواکب جدی و حملی میزان عقل. اینا اسم این کواکبی که در آسمان هستن. و نگود کواکب جدی و حملی میزان عقلیله. خود میزان هم یکی از اوناست، اما میگه با میزان عقلم. عقل نمیتونه میزان باشه دوستان، من با این مخالفم. عقل ما نمیتونه میزان درک خوبی و زیبایی، زشتی و زیبایی، عدل و ظلم باشه، نمیتونه باشه. برای اینکه عقل ما محصول جامعه است، محصول تاریخه، محصول شستشوی مغزیه، محصول مهندسان جهله. در نتیجه عقل ما ثابت نیست، از بچگی تا مرگمون هی داره بزرگتر میشه، شکلی میگیره. ما نمیدونیم اون چیزی که امروز به نظر عقلمون با میزان عقلمون عاقلانه فکر میکنیم عاقلانه هست، فردا هم برای نسل بعد هم عاقلانه خواهد بود یا نه. چون که نسل بعدی از نسل ما شروع میشه، بچه های ما همراه ما شروع میشن.
در همین فضا بزرگ میکنن، اما از ما میگذرن، از نسل ما و اون چیزی که ما عاقلانه فکر میکردیم میگذرن، نوه‌هامون هم میگذرن. در اون چیزی که دیروز عاقلانه دیده میشد و علمی دیده میشد، امروز عاقلانه نیست، خرافاتی هست. در عقل ما عقل کاملی نیست که بگیم دیگه عقل بشر بیش از این رشد نمیکنه، در بهترین در اوج عقل انسانی هستیم، پس عقل ما میتونه همه چیز رو درک بکنه. من به نظرم به اینجا نمیرسیم، هیچ وقت هم نمیرسیم. حالا بعضی از دوستان میگن که، بزرگان دارن میگن که تکنولوژی مهندسی کامپیوتر از عقل ما جلو زده. درسته، احتمالاً جلو زده باشه، برای اینکه مثلا یک کلمه رو مینویسیم یهو در عرض چند ثانیه میلیون ها و میلیاردها فاکت میاره. ما عقلمون به اینجا نرسیده، این سرعت رو نداره. ولی خود کامپیوتر و اینترنت و این سیستم های جدیدی که وجود داره بر عقل ما، بر توسعه و نگرش و نوع بینش عقل ما به جهان تأثیر میذاره و تغییر میده. یعنی ما هم عقلمون یه چیزی رو میسازه و هم از ساخته هایی که ساخته و کارکردهای اون عقل ما تأثیر میگیره و یه چیز جدیدی میسازه. حالا این فکر کنم این چیز نخواهد شد، متوقف نخواهد شد، به سکون و جمود نخواهد رسید. من فکر میکنم که این زنجیره ساخت و ساز عقلی ما به کمک وسایل جدید خیلی گسترده خواهد شد. حالا ازش بگذاریم. چی گفت؟ میزان عقلی لوزن ادردم و گلبچه شمس محک اعتبارت چالاردم. کلیچه شمسی، حالا کلیچه بخونیم بهتر، کلبچه بهتر از کلبچه هستش. کلیچه شمسی محک اعتباره چالاردم و گاه سکون نبات و اقتاب و سرعت حرکات مناطق ظاهر مقتضای عقله مطابق görünmedikçe حل اشکالیده کوشش و دفع شبهه و اوهامیده سعی و ورزش گلاردم. ورزش، نگاه کنید اینجا به تفکر میگه ورزش. حالا آیا ورزش یک کلمه جدیده؟ ورز از کلمه ورز دادنه. ورز دادن فکر میکنم یک چیز کلمه ترکی هست. ما بدنمون رو ورز میدیم و همینجور فکرمون رو ورز میدیم. ورزش از کلمه ورز دادن باشه، خب گلاردم و بالجمله bu بارگاه الهی و کارگاه صنع نامتناهیده الگدر دقایق اسرار و حقایق اوضاع و اطوار مشاهده ادردم که بنیان عد و احساسنده قاصر و لسان قلم تقریر و استسقاسنده عاجز و متحیر در و گاه اولور در که مرغ عقل تیار عنصر نار استگستوس آنون تحقیقی حواسنده نته دفتر کار نته روزگار تخلف ادب بعد از آن بسیط خاک و مرکز افلاک نازل و هیئت عرض و معرفت و طول و عرض سمتینه مایل اولوردی. حالا اینجا داره، درسته که ما از این جمله یه چیز دیگری میاریم، ولی تمام اصطلاحات علمی جغرافیایی رو به کار میبره برای بیان اینکه چه اتفاقی در درون نویسنده افتاده. این رو میخواد بگه، اما برای بیان اونها از
کلماتی مثل چی به این کلمات نگاه کنید. میگه اسرار و حقایق و اوضاع و اطوار مشاهده ادر دم کی بنان بیان عد و احساسنده. عدد تعداد، عد حالا بهت بگیم، عد و احساسنده، هم تعداد اونها و هم در بیان احساس خودم. قاصر و لسان قلم تقریر و استسقاسنده. استسقا نمیدونم دقیقا معنیش چیه، فکر میکنم که یعنی، البته میتونیم بنویسیم از گوگل کمک بگیریم استسقا رو بگیم که چی هست. استسقا فکر میکنم که بیرون کشیدن اطلاعات از یه چیزی. بله به اون معنی به نظرم میاد باشه. کتب الاستسقاء لاخبار دول المغرب. بله از یه کتابی رو میخونید یه خلاصی ازش در میارید اینجوری. استسقاسنده عاجز و متحیردür و گاه olurdur که مرغی عقل تیران عنصر نار استقدس آنون تهدیدی حواسنده نچد روزگار تخلف ادب و بعد از آن بسیط خاک و مرکز افلاک نازل و هیئت ارض. و حالا اینا دیگه بسیط خاک و مرکز افلاک نازل و هیئت، دوباره همین اینها اصطلاحات نجومی و زمینی هستش. هیئت ارض و معرفت و طول و عرض سمتنه مایل اولوردی. همه اینها لغات جغرافیایی هستش، تخصصی هستش که داره به کار میبره. بیت به چشم عقل اقالیم سبعه گنج زر است، چونیک در نگری اژدهای هفت سر است. مقتضاسنجه عالم و کون و فسادی، مثال بوگلمون رنگارنگ و نگارنگ و گناهکوه و گوناگون مشاهده ادب آمد و رفتنده تأمل و بو کلام پر انجامیله تمثیل ادردم. حالا اون کلام چیه؟ بیت فلکون نکشنه ای خواجه نظر قلمسن چرخ اطلس نگماش ایدوکنی بیلمسن. ناگاه السنه ناسده، ناس انسان، ناگان السنه زبانها، ناگاه السنه ناسده مذکور و بین الانام معروف و مشهور اولدی که حالا بو عالم جدیده ظاهر و پدید باهر و بدید باهر اولدی که سعت اکنافده ربع مسکونه معادل و کسرت سکاننده قطر معموره غالب دگلسه باری مماثل در. الهاز الان بو دیارده، این قاره جدیدی که میگه کشف شده داره در مورد این میگه به ناگاه به زبان مردم افتاد که بین الانام معروف و مشهور اولدی که حالا بو عالم جدیده ظاهر و بدید باهر اولدو که سعت اکنافده وسعت در همه جهات ربع مسکونه معادل. ربع مسکون قاره آسیا و آفریقا و اروپا. حالا اروپا قاره نیست دوستان، این هم یکی از اون بخش مهندسی جهله. قاره آسیا، اروپا بخشی از قاره آسیاست، اما این در استانبول که این چیز رو زدن جدا کرده اینجا رو گذاشتن که چی بگن اونجا شده آسیا اروپا. نه اونجا اینجا کل اینجا یعنی اروپا و امروزه که اروپا میگیم این اروپا وجود نداشت، آسیا هست. این آسیای بزرگی که وجود داره، این آسیا ربع مسکون گفته میشده.
خودش هم ربع گفته میشه، یعنی 1/4. من نمیدونم چرا این مثلا اون چرا مثلا میگن آمریکا نبوده. آمریکا یک ربع بعدی میتونه باشه، استرالیا ربع بعدی میتونه باشه، دیگه کجا هست؟ اون حالا میگه که قطب ها هم یه چیزی میگه، اصطلاحی به کار میبره. حالا دو تا قطب هم داریم که معمولا قطب شمال حرف میزنن، قطب جنوب رو اصلا نمیدونیم چی به چی هستش، که اونم بازم یه چیزیه. یعنی یکی از مهندسی های جهل اینه که ما فکر کنیم قطب جنوب در موردش اصلا فکر نمی کنیم، چون که اونا نمیخوان فکر بکنیم. حالا قطب شمال رو یه مقدار نشون میدن به خاطر این اسکیموها و نمیدونم اینها، ولی قطب جنوب رو اصلا نشان نمیدن، نمیدونیم چی هست، حرف نمیزنن اصلا. حالا چی شد؟ گفتش که ربع مسکون معادله، یعنی این قاره جدید آمریکا معادل ربع مسکونه، 1/4 مسکون. حالا اصطلاحات چیز هستش؟ ربع مسکون اصطلاح جغرافیاییه، معادل مثل اونه. و کثرت سکاننده، کسایی که در اون آمریکایی که اون روزه کشف شده بوده و این کتاب رو داره مینیسه، کثرت کسایی که در اونجا زندگی میکنن، کثرت سکاننده قطر معمور یا قطر معموره، اون قسمتی که حالا این قطر معمولا به چیز میگن، من فکر میکنم، نه اینکه اونا میگن، قطر دایره هست دیگه کل این چیز. میگه قطر معمور، این قسمتی که معموره یعنی آبادانی هست. غالب دگیلسه، اگر به بیش از اون نیست، غالب دگیلسه باری مماثل دور هم مثلن هم وزنن، اگه بیش از این نیست کمتر از این هم نیست. میخواد بگه الهاز الان، تا این لحظه که این کتاب رو می‌نویسه، بود دیارده آنه bir فرد ایرمش دگل و آن بود دیارده آنه bir فرد ایرمش دگل. حالا میگه که یک فردی به اونجا نرسیده و اسم رسمینده فیل جمله خبر ورمش، ببخشید ارمش یعنی رسیده، یه فردی به اونجا رسیده، اسم رسمینده فیل جمله خبر ورمش، خبر داده که اسم رسمش چی هست، چه کسیه، از کجا رفته، چه جوری رفته. پس لکل جدیدن لذتون، برای هر چیز جدیدی یه لذتی هستش. فهو احسن اسنجه فهواسنجه، یعنی لکل جدیدن لذتون فهواسنجه، بر طبق این کلام. فهواسنجه یعنی بر طبق کلامی که گفتن چی، برای هر چیز جدیدی، هر چیز تازه یه چیز لذتی داره. مسنجه دل میال یا مثال آب اول سویه عقدی، دل مثال آب، سود که مثل آب، این دل ما مثل آب به اون طرف جاری شد، سویه عقدی، اول سویه عقدی. و کشتی خاطر دل ما، کشتی دل ما و کشتی خاطر اول بهره ده لنگر برقتی. حالا رفت در اونجا دل ما لنگر انداخت و بو کارون آنا هلرنده فی الجمله استخبار اولدغنده امور غریب و احوال عجیبه استماعی eylediler. Bu Karun bıraktı ve bu Karun anahlarında fil cümle istihbar olduğunda, یعنی حالا میگه درباره اون خلاصه، فیل جمله یعنی خیلی خلاصه، استخبار اولوندی یعنی یه خبرهایی دریافت کردم، امور غریب و احوال عجیبه استماعی ایلدیلر. حالا یه چیزای خیلی عجیبی میگه خبردار شدیم ازش. استماع یعنی شنیدیم که حضرت حکیم
خلاقون حضرت حکیم خلاقون کمال قدرتنی و آیات حکمتنی تصدیق ادوب ساهی سماحتنون کمال سعیسنی افاده و مستمعان سمع عبرتون ایماننی زیاده ایلمدغی معذالک نه ایلر زیاده ایلر معذالک زیرا گلین کتب اقدمه. حالا اینجا یک کلمه نوشته که نمیتونم بخونم. معذالک یک کتاب زبراقلن زیرا گلن کتب اقدمین احتمالا زیرا گلین کتب اقدمین آنلرون شرحی بیانینی کافی دگل و ائمه تواریخون ید طولالری آنون دامن و عرفانینه واصل دگل پس از این سبب دایه سعی طلب یومن فیومن مزداد علوب مزان معهودسنده استقضا و استغنا اولندکده اخبار مزبورهی مشتمل و روایات مسفورهی محتوی و مکفل بعض کتب محدثه و خرایط مستحدثه جمع علونوب بعد ترجمه و تفسیر على طریق الاجمال تحریر و تستیر علوندی لکن امر مزبورون کمال عرفانی و ادراک اذعانی بعضی قواعد هیئت و مسائل حکمت مبتنی علمغن تهویه و تفهیم اچره bir geç meseleyi mühimme takdim olunup به حسب معتبرات ائمه سقاعده یعنی ائمه سقاعده یعنی افعالی که انسان‌هایی که میشه بهشون اعتماد کرد سقه کرد سقط الاسلام یعنی یه آدمی که میشه بهش سقه کرد اعتماد کرد اعتماد سقه یک مفهوم دیگری از سقه هستش. حالا معتبرات ائمه سقاطده بعض فواید لطایف و خراید معارف سلک تحریر و رشته جمع تستیره نظم علوندی بعد ذالک مقصود اصلیه دخول و ساحی مراده وصول میسر علوب بالاخره با بالآخر خریق جریده بالاخر بو جریده پر ابر کتاب معتبر üç bab üzere yani 3 bab üzere müretteb ve menzum ve hadise tutamile müsemma hadis tutamile müsemma ve مسموم oldu. مسما و مسموم یعنی نامگذاری شد. وقتا که bu حدیقه انیفه عجایب و ریاض پرفیاض غرایب اظهار بدایع صنایع مبدع مقال و صانع حالا اینجا داره از کلمات ادبی رشته ادبیات صحبت میکنه. همه اینها وقتا که با حدیقه انیفه عجایب و ریاض پرخیاض غرایب پرفیاض غرایب اظهار بدایع صنایع مبدع مقال و صانع پرکمالیله بو وجه سرافراز و زلال
سلسبیل مثال روایات نادره. دوستان فکر کنم این کتاب رو قبلا خوندم، معرفی کردم، چون هی تلاش میکنم بگم نه اون نیست، میبینم همونه. من فکر میکنم این کتاب رو قبلا یه بار معرفی کردیم، فکر میکنم، چون جمله ها برام خیلی آشنا میاد. غلط های قبلی رو میتونم الان درست بکنم، یا ممکنه 2 ماه پیش خونده باشم این کتاب رو، ولی به هر حال این کتاب رو فکر میکنم معرفی کردم. حالا اگه معرفی هم کرده باشیم یه بار دیگه داریم میخونیم، غلط های قبلی رو داریم جبران میکنیم. روایات نادره ایله مملو و ممتاز اولدی، دل ناکام بو اقدام و خاطر و فاطر بودشتی که ریاض bir Türk riyazımız Türk sahه سیماسینی نهال فرخنده فال نام تامی سلطان کامیاب جوانبخت و پادشاه کیوان جانب آسمان تحت فرمای سلطان سلاطین عالی مقدار شهنشاهی دین پرور و دیندار بلانشین خلافت کبرا و وارث نهایت سلطنت عظما سلیمان زمان حضرت ابوالفتح سلطان مراد ابن سلیم خان. بله همین کتاب رو خوندیم فکر میکنم. حالا ایشون امر کرده، سلطان مراد ابن سلیم خان فرزند سلطان سلیم، سلطان مراد که حالا ابوالفتح هستش، حضرت ابوالفتح یعنی فاتح هستش، خیلی سرزمین ها رو رفته از دست دشمنان رقبا گرفته. ایل آرایش ادب رشک گلزار جنان و مطبوع اهل دلان انس جان ایده کلام مستطاب در ستایش از جناب آن از لسان آن جناب آن لسان صاحب کتاب از لسان صاحب الکتاب. اینجوری باید از بخونیم. بیت زهی دولت که بر ورمش ای باری، زهی دولت که ورمش آنه باری، مسخر ایلمش dünyada vاری، سراسر گبزسینده ربع مسکون، علی altında خاتم gibi derdun، tutupdur کوس عدلی تم ترافی، خراسانی صفاهانی و عراقی. صفاهان احتمالاً اصفهان باشه، احتمال میدم. خراسانی، صفاهان و عراقی. اریشب سی کوش آسمانه فتابه، اریشب سی کوش آسمان آفتابه، سالب در ولوله بونه گبابه، فلک گویا که bir zerrin اتاقی، فلک گویا که bir zerrin اتاقی، حق بزمینده yanır bir çırağı، گمو بزمینده یا گمو همه گمو بزمینده yanır bir çırağı، ilahi devletini daim eyle، سریر معدلت قائم eyle، edip serkeşleri fermanine ram، خلایق devletinde bulsun aram، rızayı hakkı her dem talip olsun، rızayı hakkı her dem talip olsun، aduyi kinecüye galip olsun، kesip ارگنی تسقا بی دریغی. اینجا تسقا من میخونم ولی یتقا هم باشه، بی دریغی، ارگنی یتقا بی دریغی، هلال اسا اصلون ارشتیغی، هلال اسا اصلون ارشتیغی، یا دا هلال آسا
asılsun erşetiği duası erişib her ehli halün yetişsün himmeti her dem ricalun çıraği izzeti تابنده olsun nehali devleti payende olsun olup sersebz umid şahsari yetişsin her nefes bir bin برجباری یتیشتون هر نفس بین برجباری باب اول. حالا رسید به باب اول گفت 3 تا باب دیگه. من فکر کنم الان نزدیک 1 ساعتی که داریم میخونیم، 1 ساعت و 5 دقیقه، خیلی هم کم نیست. متوجه شدیم کتاب در عهد سلطان چیز نوشته شد، سلطان مراد ابن سلیم خان نوشته شده که سلیمان زمان هست. شعر بلند و زیبای آهنگینی هم نوشته بود که خوندیم. حالا اینجا بله فکر کنم این کتاب رو قبلا حتی این قسمت رو هم حضرت آدم علیه السلام رو هم فراموش کرده بوده، اینجا حاشیه نوشته که هرچی. بگذاریم بریم صفحه آخر کتاب رو بخونیم، خیلی دیگه طولانیش نکنیم. بذارید ببینیم از کجا شروع بکنیم. این رو از اینجا تدقیقات مسافت عرض و تدقیق مساحت، اینا رو هم که قبلا خونده بودیم، در نتیجه ازش بگذاریم ببینیم که فرسختر آلتی ارپا گدردر و هر ارپا آلتی گلدر و بور و زاره مهندسیه و hesap mahzerlerinde ma'mun khalife takdir ettiği یک bin yine bin الطویل بین الطویل یکه بین الطویل و مختصر زارع بخار و زراعی هاشمیدن اکسیکتür. پس bu takdirde kutb cunubi ile kutb şimali neke şimalinin beyni 9000 فرسخ olur. Allahu Teala alem. حالا دیگه تا آخرش دیگه دیدید که تماما تخصصی بود، از اینجا گذشتیم. معالم مناظر القوام فلان سنه 1000 تم، حالا اینجا تمام نمیذاره ولی می نوشته سنه تمام 1087 1078. حالا دوستان من یه کاری بکنم، برگردیم اینجا صفحه مثلا 100 رو بخونیم دیگه، ببینیم این توی صفحه 100 چه خبره. این عکس هم جالبه، بذارید این عکس رو ببینیم. این در رابطه با سرخپوستان آمریکا بذارید اینجا رو بخونیم ببینیم. üzere hareket eden ve ne yere isterse göz gedek deyip bey ve şarabe izni verdi ve yine zurgene binip zoregne binip hanesine gitti. Pes kavmi İspanya 5 ay ol cezirede tub ticaret emrini tamam ettiler. Bir türbe gerenfile 30 zira ketan bizi ya 10 zira kırmızı çuga ya barut ihtimalen yadverut چوگه. حالا اینجا یاد چی زرا. به این کتاب رو از اول میخونیم دیگه، چون کلمات رو به تدریج یاد میگیریم. حالا اومدیم وسط کتاب افتادیم تو چیز نمیدونیم که یادمت چی میتونه باشه. چوگه یادمت زرا سار و چوک
نه نمیشه. اتمیشلر ایدی نمیتونم بخونم، یه مقدار به مشکل افتادیم اینجا، باید از اول بخونیم تا احتمالا خطم یه مقدار عوض شده در اینجا. بذارید این رو صفحه 84 هست، مقایسه بکنیم با صفحه‌ای که ما این چند صفحه‌ای که بله یه خیلی تفاوت داره صفحه 84 با این صفحه‌ای که ما خوندیم. نگاه کنید. کاش میتونستم این دوتا رو کنار هم بذارم ببینیم این فرق رو. ولی خب من فکر کنم که خوندن اینها هم سخت نیست، به شرطی که همون کتاب رو از اول بخونیم بیاییم اینجا و راحت تر چیزه. تحفیف خبرنی verip keştilere benderdiler, yendirdiler ve mutlak biz ardegerdeze kalmış dünya canib şerge döndürdüler. Cezire mezbure tay büyük ceziredir ve mal ve meta çoktur. Bir nice purnçe ve işter و جاموس یا جاسوس. حالا اینو دیگه مغز و فیل و دارچینی و قرنفیل و زنجبیل بی حد دیدن بی حد دور و کندوم و شراب و گندم و شراب و خراسلا یoktur و خر اصلا یoktur. گندم، شراب و خر اصلا یoktur و جزیره مزبورده دگنه مثال جزیرede دگنه مثال bir شجر vardır. اسمش دگنه هست یا رگنه هست. شجر vardır که هر گچ. خب حالا دیگه این داستان رو هم فکر کنم قبلا خوندیم. برگردیم اینجا یه صفحه دیگر رو بخونیم. جمع edip جنگه geldi اما اول آهنگ tüfeng صدای ضرب زنه طاقت getirmeyip سهله razı oldu. Sülhe razı oldu ve 400 altın pişkeş getir paltova bulaştı. Palve getir palve bulaştı ya buluştu ve bir zorege bir zorege yelenüp zehri azim geldiler ve esna-i tarikide bir hisara rast gelip ashabini cenk ile zebun ettiler ve 650 ogda altın 650 og altın verip sülh ettiler ve iki gasve vasıtasıyla gasid ihtimalen iki gasid vasıtasıyla ol nahiyenin kavmi ile aşina oldular ve şemvil nam bir limanda deryaya süre çıktılar. Be azmi yürük ambacı bahri mezburun ambacı gatti azim idi. Gati azim idi. Az kaldı ki erbab-ı zoregi gərq ede bin bela ile ekrigom nam bir limana girdiler ve ol nahiyenin hakimine tumak verdiler yerler idi. Tumagu diler اسمش بوده. tumagu diler yerler idi. Gelip bil balbuya bulaşar. Velo 600 altın 14 ağa altın ve bir nihayet xırda lolo ve verip balbuya lölöden
گتی حز ادی. حالا اینا این بالبویه چی هستش یا بالویه چی هستش، اسم یه چیزی، یه متاعیه که میخره. حالا اینا رو چون قبلا نخوندیم دیگه اینجاها باهاش به مشکل برمیخوریم. خب به فکر میکنم که کافی هستش برای امروز دوستان. با این کتاب آشنا شدیم که قبلا آشنا شده باشیم چه نشده باشیم. اینجا هم دریاچه ارومیه رو میبینید که داره نشون میده. دوستان دریاچه ارومیه تنها برای نمک نیست، تنها برای لیتیوم نیست دوستان. اینجا خشک نمیشد، نمیشه، هم در تاریخ هم خشک نخواهد شد. برای اینکه حالا خودشون دارن میگن که 14 رودخانه دائمی که دائما آبش هیچ وقت خشک نمیشه جاریه به اینجا، به اضافه 10 رودخانه‌ای که فصلی هستش، وقتی بارون میاد و سیل میاد اینجا آب جاری میشه میاد. خب چرا این آبهایی که دائما جاری هستش اینجا نمیاد؟ معلومه چرا، چون بیش از 120 سد ساختن سر راه این آبهای دائمی که اینجا نیاد. چرا این همه سد ساختن؟ آیا برای نمک؟ آیا برای لیتیوم؟ هزینه‌ای که برای ساختن این 1000 سد ها 120 سد کردن دوستان بیش از هزینه‌ای که بخوان برای لیتیوم بذارن، سرمایه گذاری برای استخراج لیتیوم. تازه برای استخراج لیتیوم که لازم نبود حتما این همه سد بسازن، این همه راه بسازن، این همه بند و بساط بسازن، این همه خسارت برای ملت ترک و برای طبیعت ایجاد بکنن. میتونستن به راحتی یه مثلا 1 کیلومتر مربعشو دورشو خاکریز بکنن، آبشو تخلیه بکنن، هر چی میخواستن در بیارن. خیلی هزینه نمیتونست داشته باشه. مثلا 1 کیلومتر رو میتونستن خاکشو بذارن بیرون، بیارن بیرون، آبشو پمپاژ بکنن بیرون، یعنی حالت دیوار بسازن در وسط دریا با خاک خود دریا و بعد آبش هم پمپاژ بکنن بیرون. هر چی که میخوان اونجا رو بیارن بیرون، دوباره برن بخش بعدی و بخش بعدی و بخش بعدی. معلومه که این دریاچه ارومیه خیلی چیزهای بسیار گران قیمتی برای این قدرت نظامی و جنگی ایران لازمه که نمیتونستن از بیرون از اینجا هم بگیرن. اومدن اینجا و این رو خیلی مرحله من یادمه، ماها خیلی آدم‌های ساده‌ای هستیم دوستان. یادمه وقتی ما خبرنگار بودیم گفتن آقا میایم اینجا سرمایه گذاری بکنیم، اینجا یه حیوانی داره که تکزیسته اینجا هستش، تنها حیوانی که در آب شور اینجا زندگی میکنه، این رو اسمش هم آرتمیا ارومیا هستش. اینو ما به ژاپنی ها میفروشیم کیلویی $50 و $100 از این حرفا پول در میاریم. ما آدم های ساده لوح، ببخشید بگیم احمق هایی هم که برنامه های اینها رو نمیدیدیم که خب شما این حیوان ها رو 1 ماه 2 ماه 3 ماه کیلویی در آوردید فروختید، بعدش این تموم بشه چی کار میخواید بکنید؟ چرا میخواید این حیوان ها رو چیز بکنید؟ متوجه نشدیم که نقشه اینها مرحله به مرحله است. ذهن ما رو مرحله به مرحله راضی میکنن برای خشکاندن این. بعد گفتن آقا آب اینجا رو، آب چرا بره اینجا، آب شیرین چرا بره اینجا آب شور تبدیل بشه؟ ما به آب شیرین نیاز داریم. حالا آب شیرین کجا؟ آذربایجان الان خوش میشه. این 100 تا 100 من قبلا در جوناس تیوی همه اینها رو توضیح دادم در سال 2011 و 12 و 13 که به زبان ترکی در جوناس تیوی برنامه اجرا میکردم. اونجا توضیح دادم همه اینها رو، حتی توضیح دادم که آب رو بخوان از عمان بیارن به اصفهان و سمنان و کاشان و یزد و اینها، هزینه هر لیترش بیش از $6 میشه که الان وزیر سابق نیرو گفتش که $4 برای هر متر مکعب آب هزینه هست. ولی این $4 هزینه فقط حمل آب ها، پمپاژ آب هست، نه اینکه سرمایه گذاری اولیه رو حساب نمیکنه که اینجا مثلا 1 سال 2 سال 3 سال کامیون ها، صدها کامیون، هزاران دستگاه اینجا رو کندن و لوله گذاری کردن و لوله آوردن و اینا همش هزینه است. میلیاردها دلار هزینه هست. احتمالاً هزینه حمل آب فقط آماده سازی سیستم، یعنی این چند تا مرکز پمپاژی که باید هر مثلا 50
کیلومتر یک مرکز پمپاژ مثلا حداقل باشه، حداقلش اینه. باید هر فکر کنم 20 کیلومتر باید یک منبع مثل یه دریاچه باشه اونجا یه دستگاه‌های پمپاژ باشه، اینها رو پمپاژ بکنه به لوله، این رو بیاره بالا. اینو از سطح اقیانوس داریم میاریم بالا. اینجوری نیستش که خودش یه لوله بذاریم بگیم آقا جاریشو برو. این پمپاژ داره. لوله های بسیار بزرگی که به اندازه‌ای که من 2 متر باشه من توش به راحتی میتونم حرکت بکنم، بدوم، بپرم، لوله ها باید باشه. اطراف اینها رو هم که باید پر بکنن، به اقلال که کندن بعدا باید پر بکنن تا منفجر نشه، یا منفجر شد خیلی دیگه آسیب نبینه و اینا. اون هم میلیاردها دلار فقط برای این که آماده سازی بکنن، این لوله ها رو، زمین رو بکنن و لوله ها رو بذارن و این مراکز آب شیرین کن رو بذارن و چیز بکنن. میلیاردها دلار هزینه فقط این سرمایه اولیه هستش. بعدش هزینه هر متر مکعب آب $4. $4 به دلار کانادا میشه حدود 240,000 تومان. 240,000 تومان امروز، 260,000 تومان امروز میشه. 260,000 تومان برای هر متر مربع آب خیلی زیاده. اینو میخواید چند بفروشید به کارخانه؟ چند میخواید بفروشید به هر متر مکعب چیز رو؟ $4 میخواید بفروشید به حداقلش دیگه. حداقلش باید بذارید بگید آقا $5. متری میخواید $5 بفروشید به زاباهن، اصفهان و کاشی، سمنان و نمیدونم چی، یزد و شیشه یزد و نمیدونم سیمان فلان بفروشید. خب اونا که اصلا خود سیمان رو که نمیتونن بفروشن به این $. آهن رو که نمیتونن بفروشن به این $. باید بیان هر کیلو آهن رو مثلا $5 بفروشن. تازه داخل حالا بخوان خارج بفروشن، از این قابل چیز نیست. این نه، این یک جریان دوستان. حتی اون صنایع هم، صنایع در اصفهان و یزد و کاشان و سمنان و اینها هم صنایع نیستن. اونا استتار میکنن صنعت اصلی رو که اونجا میخوان بذارن. این مجموعه اینها صنایع استتاریه، استتار میکنن، پوشش میدن، پنهانش میکنن اون صنعت اصلی رو که اونجا داره. حالا اون چیه؟ مثلا اتم هست، هر چی هست اونجا هست دیگه. خب بگذاریم اینم، چون این دریاچه رو دیدم دوباره درد من زخم برداشت و خونریزی کرد. اورمیه، دریاچه اورمیه برای ما خنجریه که دشمن از روبرو بر ما زد و خنده کنان بر ما زد و این سرزمین ما رو زخمی کرد، وطن ما رو زخمی کرد. و هدفش چی هست؟ هدف دومی که دارن دوستان، هدف دومشون اینه که ما ترک‌ها این سرزمین رو ول می‌کنیم. خب اگه اینجا نمک باشه که ما دیگه زندگی نمی‌کنیم، باید باشیم بریم. همونطور که روستاهامون رو مفت و مجانی رها کردیم اومدیم تبریز و تهران و اینها رفتیم، روستاهای ما الان خالیه، هیچ کس نیست. بعضی از روستاها رفتن، البته روستاهای خود ما الان دیگه جمعیتش بیش از اونیه که قبلا کوچ کرده بودیم 50 سال پیش. 50 چند سال پیش که ما از اونجا کوچ کردیم، روستای ما خالی شد، یک خانواده زندگی می‌کرد. بعدها یه خانواده دیگه برگشت، شدن 2 خانواده. اخیراً در 10 سال اخیر برگشتن، شاید بشه 200 خانواده، الان حدوداً 200 خانواده، نمیدونم. الان اونجا ویلا ساختن، خونه ساختن، دارن زندگی میکنن. حالا فصلی یا دائمی دارن اونجا زندگی میکنن. ولی فرض بکنه آذربایجان از نزدیکای تهران گرفته تا عرس، تا رود اراز، فرض بکنیم که 50,000 تا روستا داره. فرض بکنیم، حالا زیاد و کم مهم نیست. ما میتونیم بگیم که حداقل 30,000 تا از این 50,000 روستا خالیه، کسی نیست و دیوارها و خونه ها خراب شدن. در 20,000 تای بقیه هم یه تعداد افرادی که اندکی زندگی میکنن.
یا فصلیه، یعنی میرن تو شهر زندگی میکنن برمیگردن هر گاهی، یا اینکه اصلا کلا اونجا یه تعدادی دارن زندگی میکنن. این روستاها رو که پدران ما با دادن خون در مقابل تعرض دشمنان خارجی حفظ کرده بودن، از دست دشمن گرفته بودن این رو، 800 سال در روستایی که من زندگی میکنم، 850 سال در روستایی که من زندگی میکنم سابقه داره پدران من در این روستا زندگی کردن. ما اینجا رو مفت و مجانی ولش کردیم اومدیم اینجا. چی میشه؟ اگر برنمی گشتن نسل ما، نسلی که الان اونجا دارن رفتن زندگی میکنن، اگر برنمی گشتن یکی دیگه میرفت اونجا رو اشغال میکرد، زندگی میکرد و دولت هم یه قانون میذاره. حالا آذربایجان وقتی این نمک ها بیاد، آذربایجان ترک ها مجبورن از وطن خودشون فرار بکنن، برن تو جاهایی که آب از عمان آب میارن، سرسبزش میکنن، کار هست برای زندگی، بریم اونجا. چند تا اتفاق میفته، زبانمون عوض میشه، تاریخمون عوض میشه، زندگیمون عوض میشه، همه چیزمون عوض میشه. وطنمون که دیگه نیست، ما اونجا مهاجریم، ما اونجا پناهنده ایم. مثل آمریکا، ما اومدیم تو آمریکا و کانادا زندگی میکنیم، اینجا وطن ما نیست، اینجا ما مهاجریم. هر وقتم همیشه یه سرگردن پایینتر از صاحبان اینجا هستیم، اونا که قبل از ما کوچ کردن. من حتی دیروز با یه کانادایی صحبت میکردم، گفتش که چند سال مهاجرت کردی؟ گفتم تو چند سال مهاجرت؟ گفت من مثلا 3 نسله. گفتم تو هم مهاجر بودی، 3 نسل قبل اومدی، ولی خودشو یه سر و گردن از من بالاتر میبینه و من خودم رو، چون باید زبان اون رو یاد بگیرم، دو نجه زبان اون رو یاد نگیرم نمیتونم کار بکنم، زندگی بکنم. پس من که مجبورم یاد بگیرم، فرزندان من مجبورن، هم تشویقشون هم میکنم، آقا زبان برید انگلیسی یاد بگیرید، نواهام و اینا رو، که بتونید زندگی بکنید اینجا. دیگه اون وطن ما نیست. حتی 100 سال دیگه، 200 سال دیگه هم ما اینجا غریب. همین الانش هم تو وطن خودمون فارسا میگن شما مغول هستید پاشید برید مغولستان. فرض بکنید که مغول هستیم، فرض بکنید چند صد سال اینجاییم، حداقل 650 سال 700 سال ما اینجاییم حداقلش، در حالی که اینجا وطن ماست، یعنی تاریخاً وطن ماست، تا بوده اینجوری بوده. ما نرفتیم استانبول رو بگیریم، ما از استانبول قبلا از اروپا، از این جاهایی که یونان هسته اینها ما رو فراری دادن، یعنی دشمن ما خیلی زور داشت، ما رو قتل عام کرد، اونایی که زنده موندن فرار کردن اومدن رفتن اینجاها. مناطق سردسیر بگیم، از مناطق پر آب و هوا، خوش آب و هوا فرار کردیم اومدیم، چه از هندوستان باشه چه از اروپا که امروز اروپا است، قبلا اروپا نبود، آسیا بود. از اون قسمت آسیا فرار کردیم اومدیم رفتیم بالاتر که مثلا ترکمنستان و اینها هستش، بگیم کم آب و سرد در زمستان، گرم در تابستان. سرد میگم یعنی نه اینکه سردی که معمولی، سردی که مثلا 60 درجه زیر صفر باشه. رفتیم اونجاها زندگی کردیم. بعد که دوباره قدرت گرفتیم گفتیم آقا بریم سرزمین خودمون رو بگیریم. ما که تاریخمون رو فراموش نکردیم که. حالا ما اگه از آذربایجان یه روزی فرار بکنیم، یه 20 سال 30 سال بعد فارسا رو کوچ میدن اینجا، آب میارن از یه جاهای دیگه، اینجا رو چیز میکنن، اینجا دیگه وطن ما نیست، مفت و مجانی از دست دادیم. حالا هر چیزی که زندگی کردیم یه پولی جمع کردیم، میریم اونجا 100 متر میخوایم زمین بخریم، 100 متر آپارتمان میخریم که سهمی از خاک نداره. یه سهمش هم داشته باشم، مثلا یه آپارتمانی که فکر کنی که زیربناش مثلا، زیربناش که نه، زمینه، اگه آپارتمان رو برداریم یه زمینه مثلا 150 متریه، اینجا یه 10 طبقه ساختن، هر طبقه هم 3 تا 4 تا واحد داره، بیا سهم ما از هر کدوم اینجا مثلا 50 تا خونه هست یا 50 تا واحد هست، 20 تا واحد هست، هر کدوم 10 متر از زمین احتمالاً داشته باشیم، اگر بنویسن تو به قباله، اگر ننویسن فردا یه زلزله بیاد اون هم مال ما نیست، میگن آقا ساختمون چیز شده، شما پول دارید برید بسازید، ندارید چی. یعنی صاحب زمین نمیشیم. این کاری که اسرائیل داره در غزه انجام میده، در فلسطین انجام میده. چی کار میکنه؟ میگه آقا غزه کنار دریاست، این دریا زیرش نفت هست، مواد معدنی هست، جایی برای توریست درآمده، من میتونم اینجا درآمد ایجاد کنم. عرب‌ها چرا اینجا باشه من نباشم؟ من عرب‌ها رو میکشم، عرب‌ها
کشتنی ها کشته میشن، مردنی ها مرده میشن، رفتنی ها در میرن. اینا رو بذاریم برن فلسطین و برن مصر و اردن و کشورهای اروپایی، بگیم آقا اینو قبول بکنی، کانادا بگیم آقا قبول کن، اصلا ما میدیم اونجا خانه برای اینا بسازید شما. ما پول میدیم، آمریکا میگه، کانادا، اسرائیل میگه ما پول میدیم شما برای این مثلا 500,000 1,500,000 نفر در کانادا خونه بسازید. اقتصاد کانادا هم رشد میکنه، 1,500,000 تا خونه بخواید بسازید، آقا پول داره، ما پول بدیم بسازید شما. ما اینجا چیکار میکنیم؟ این سرزمین مال ما بشه، این منابع زیرزمینیش مال ما بشه. ساختن خونه برای 1,500,000 نفر مثلا بشه چقدر؟ 3 میلیارد، 4 میلیارد، 10 میلیارد، 50 میلیارد، 100 میلیارد. ما چقدر از اینجا، از این نفت و معادن اینجا در میاریم، وطن خودمون میکنیم. تو تاریخ آینده هزاران میلیارد نفت ممکنه در زیر اون دریا باشه. من نمیدونم، گفتن که نفت وجود داره، به خاطر نفت دارن اون کارو میکنن. بعدش هم میخواد در دریا، خود دریا شهرک سازی بکنن. این یک سیاستی که اسرائیل هم داره اجرا میکنه، ایران هم، فارسا هم دارن اجرا میکنن. و ما ترک ها آدم های ساده‌لوحه، نمیخوام اونجاشو بگم، که میگیم آقا ما مبارزه مسلحانه نمی کنیم، ما مخالف مزاحم. آقا تا زمانی که این مافیاهای ایران رو قتل عام نکنید، این وطن آزاد نمیشه. قطعا در ایران آینده جنگ خواهد شد، چه من زنده باشم چه نباشم. و قطعا تنها راه ما برای حاکمیت بر وطن خودمون بر اساس اراده خودمون کشتن سران مافیاست. این مافیای آب، مافیای خاک، مافیای جنگل، مافیای نمک، مافیای مس، مافیای روی، مافیای طلا، مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای سدسازی، مافیای هر چی که مافیا هست، قند و شکر و روغن و طلا و مس و آلومینیوم و صادرات و واردات و همه اینها دست مافیا هاست. مافیاها دارن ایران رو اداره میکنن. ملاها بیچارن، احمقن. ملاها ابزار دست اینها هستن. حالا به هر حال تا زمانی که اونها کشته نشن و ما اونها رو نکشیم، مافیا عقب نشینی. مافیا زمانی عقب نشینی میکنه که ببینه کشته میشه، سرانش کشته میشه، نه عواملش. سربازها رو بکشید به چه دردی میخوره؟ برید 2 تا پاسدار بکشید، برید 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا پاسدار بکشید و بسیجی بکشید و پلیس بکشید، هیچ چیزی حل نمیشه. مادام که سران رو باید بزنید، سران رو، رهبرانش رو باید بزنید. و رهبران اصلی اینها خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای عروسک خیمه شب بازی جلوی پرده هست. اون دستی که پشت سر خامنه‌ای ها رو اداره میکنه، ارتش رو اداره میکنه، سپاه رو اداره میکنه، اداره اطلاعات، وزارتخانه اطلاعات رو اداره میکنه، این همه وزارتخانه ها و رئیس جمهور و وزرا و مجلس رو اداره میکنه و قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه اجراییه رو اداره میکنه، اون نهادهای پشتی رو اداره میکنه، اون دسته ها مافیاست. سران مافیا اونا هستن. سرای مافیا اونا هستن که خامنه‌ای هم ازشون فرمان بره، سپاه هم ازشون فرمان بره. سپاه، منظورم بدنه سپاه، بعضی از مسئولان سپاه، رده بالای سپاه جزو اون باندن، بعضی از مسئولان وزارت اطلاعات جزو اون باند تبهکار مافیا هستن. روزتون بخیر.